رحمت الله زویروف حقوقدان شناخته تاجیک و مؤسس و رهبر سابق حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، یگانه حزب اپوزیسیونی رسما ثبت نام شده در این کشور، روز 18 ماه سال 2024 در سن 67 از عالم چشم پوشید. موضوع کریمووا همسری او گفت که زویروف صبح بر وقت شنبه 18 ماه درگذشت. درباره علت مرگ سیاستمدار مخالف نزدیکانش چیزی نگفتند، ولی همسفان زویروف قبلا گفته بودند که او چند وقت باز بیمار است. مراسم وداع با زویروف دوام روز شنبه 18 ماه در نزد خانه‌اش در سراغه شهر دوشنبه کوچه مایاکوفسکی دایر می شود. رحمت الله زویروف 16 مارس سال 1957 در شهرک باغستان نویه بوستانقلعه ولایت تاشکند ازبکستان در خانواده عبدالحمید زویروف به دنیا آمده است. زویروف به دانشکده حقوق شناسی شهر خارکوف اوکراین داخل شده و سال 1983 این دانشکده را ختم کرد. بعد آن در اسپرانتور اکادمی حقوق شهر کیف سالهای 1986 1988 در شعبه دانشگاه مارکسیسم لنینیسم در شهر خباروفسک تحصیل کرد. رحمت الله زویروف سال 1988 به دوشنبه آمد و همچون آموزگار در رشته حقوق شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان به کار پرداخت. سال 1989 زویروف آن وقت جوان و مگی 32 ساله را همچون نامزد به وکیل شورای عالی تاجیکستان پیشبری کردند، ولی در آوازدهی نهایی او از میربابا میررحیموف، یکی از رهبران جنبش مردمی رستاخیز، شکست خورد. زویروف سالهای 1993-1997 به حیث مدیر شعبه حقوق بین المللی اکادمی علم‌ها و سالهای 1998-1999 در مقام مدیر کافدرای حقوق دانشگاه آموزگاری تاجیکستان کار کرده. سالهای 2001-2023 با پیشنهاد سیاستشناس فقید سوراب شریپوف به دستگاه پرزیدنت به کار آمد و همچون مشاور پرزیدنت عاید به مسائل حقوقی کار کرد. رحمت الله زویروف سال 1998 حزب خود را با نام عدالت و ترقیات تأسیس داد که بعد چند به حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تبدیل نام کرد. ماه یونیو سال 2021 زویروف از رهبری حزب استعفا داد و به جای خود یکی از معاونانش قیامالدین عزیزوف را نشاند. رحمت الله زویروف دانشمند شناخته علم حقوق نیز بود. او نامزد علم‌های حقوق شناسی و مؤلف بیش از 270 اثر علمی و مقاله و مونوگرافیا و همچنین بیش از 30 کتاب و رساله در علوم حقوق، سیاستشناسی، اقتصاد و تاریخ بوده. در تهیه بیش از 30 قانون تاجیکستان اشتراک کرده است.